قاعده 173 معنای قدر را در لغت و اصطلاح بفهمیم. قدر در لغت به معنای اندازه هست، به معنای حکم رساندن، و در اصطلاح اموری است که الله سبحانه و تعالی او را با علم غیب خود اندازه کرده. اموری است که الله با علم غیب خود او را اندازه کرده. به این اساس قدر عبارت از علم غیب و قدرت خالق متعال میشه. در قدر که است دو چیز باید انسان به او تسلیم باشه، علم غیب الهی و قدرت الهی. فرق بین قضا و قدر چی هست؟ علما میگن که قدر تقدیر لشیء قبل قضائه. قدر میگه است که الله او را تقدیر اندازه کرده پیش از اینکه او شود. و القضاء هو الفراغ من الشیء. و قضا فیصله الله که از او الله خلاص، یعنی امو حکم صورت گرفته قبلا، یعنی الله حکم کرده که اینی شوه، این شوه، این شوه، این شوه. و قدر چی است؟ پیش از اینکه امور انجام داده شوه الله واره نوشته کرده هست. خلاصه ای که علما میگن که قضا و قدر دو امر لازمی بر یکدیگر است، زیرا قدر به منزلت اساس و قضا به منزلت بنا هست.